پروتز لب در خانه بدون عمل جراحی آیا امکان پذیره؟ ویدیو رو تا آخر ببین. پروتز لب در خانه با یخ میتونید بسیار ساده لبهای خودتون رو برای مدتی بزرگ کنید، چون که یخ باعث میشه سلولهای مرده از بین بره و جریان خون در لبها افزایش پیدا کنه و لبها قرمزتر به نظر برسه. برای این روش پروتز لب در خونه کافیه روزی 2 بار به مدت چند دقیقه لبهاتون رو با یخ ماساژ بدید. پروتز لب در خانه با فلفل. برای این منظور میتونین 1 قاشق فلفل سیاه یا فلفل هندی رو با 1 قاشق روغن زیتون مخلوط کنید و لبهای خودتون رو با این ترکیب ماساژ بدید. بعد از اینکه احساس کردین لب بزرگ شد، اونو با آب گرم بشورید. و پروتز لب در خانه با مسواک. در این رابطه باید بدونین هرچه میزان پوسته های لب شما کمتر باشه، لب شما بیشتر برق میزنه. در چنین شرایطی لبها بزرگتر به نظر میرسه. برای این منظور کافیه مسواک خودتون رو مرطوب کنین و به آرامی اونو روی لبها بکشید. پروتز لب در خانه با لیوان. این روش پروتز لب در خانه کمی عجیبه و برای برخی از ما یادآور بازی‌های بچگیمون. اما باید بدونید این روش برای برخی مؤثره اما کوتاه مدته. برای این منظور ابتدا باید لب‌های خودتون رو با یک کمی کرم مرطوب کنید. لیوان رو دور لب خود بگذارید و هوا را به آرامی به داخل ریه ها بکشید. هوا را نگه دارین تا لب‌ها احساس گزگز کنه و بعد از اون هوا رو بیرون بدین.